بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مشتریای عزیز شاهین‌کیت. در خدمت شما هستم تا مراحل نصب برنامه‌های لیزر GRBL و لایتبورن رو آموزش بدم. دوستای عزیز، شما دستگاه شاهین‌کیت رو که از ما خریداری می‌کنید، ما دو تا نرم افزار به شما تحویل میدیم، نرم افزار اجرایی و نرم افزار طراحی و اجرایی. نرم افزار اول که نرم افزار اجرایی، نرم افزار لیزر GRBL نام داره و نرم افزار دوم نرم افزار لایتبورن. همراه دستگاه حالا این نرم افزار رو یا با فلش به شما میدیم، فلش مموری داخل فلش مموری یا CD رایت میشه، یا اینکه تو نرم افزار ارتباط جمعی مثل واتساپ و روبیکا و ایتا و یا تلگرام، هر کجا که شما بچه ما با شما در ارتباط باشن اونجا به شما این ارسال میکنن. شما این برنامه رو گرفتید، این تمام این نرم افزار رو با این فایلی که احتیاج دارید داخل یه پوشه مثل این پوشه به نام شاهین‌کیت به شما داده میشه. شما این پوشه رو کپی کنید توی دسکتاپ کامپیوترتون که بهش دسترسی داشته باشید. خب حالا میریم که آموزش اولین برنامه که لیزر GRBL رو من به شما آموزش بدم. پوشه شاهین‌کیت رو باز میکنید. همونجور که میبینید ما یه سری فایل واسه شما گذاشتیم، میشه فایل زیپ شده و یه سری فایل آن زیپ. اولین فایل ما که قرار ما آموزش رو شما بدیم برنامه لیزر GRBL. پوشه لیزر GRBL رو باز میکنید، فایل اینستالیشن رو دبل کلیک میکنید روش و در پنجره بعدی ران رو کلیک میکنید روش و اینجا تایید یس. پنجره بعدی محل نصب برنامه است که به صورت خودکار توی درایو سی و توی پروگرام فایل ذخیره میشه. به پوشه‌ای به نام لیزر GRBL درست میکنم خودش. در این مرحله ما هر جایی که آدرس نصبیمون هست میتونیم تغییر بدیم. میتونیم همین برنامه لیزر GRBL تو حالت فابریکش رو درایو سی باشه، نکست میزنیم و یه شارت کات تیکشو میزنیم که توی دسکتاپ واسه ما درست کنه از برنامه لیزر GRBL. و در این مرحله بعد که تیک رو زدیم نکست رو کلیک میکنیم روش و اینستال. در آخر هم لانچ رو تیکش رو برمی‌داریم، فینیش میکنیم. دوستان الان من پنجره رو میبندم، مینیممش میکنم. ببینید ما یه برنامه لیزر GRBL الان اینجا واسه ما توی دسکتاپ ظاهر شد. ما یه برنامه به نام لیزر GRBL داریم الان اینجا. برای اینکه این برنامه رو به طور کامل به شما توضیح بدم، وقتی که نصبش کردید حتما دستگاهتون رو با کابل پرینتری که به شما دادیم به پورت یکی از پورت‌های USB حالا یا PC یا لپتاپتون وصل کنید. بعد از اینکه وصل کردید توی مادربردایی که وای فای دار نیستن احتیاج نیست که دستگاه رو روشن کنید، ولی تو مادربردایی که وای فای دار هستن و به شما حتما توضیحش داده میشه که دستگاه شما از کدوم مدلی هست، تو وای فای دارا حتما دستگاه به حالت آن باشه، یعنی روشن باشه، کلید آن آفش. خب ما برنامه لیزر GRBL رو باز کردیم، با همچین پنجره روبرو میشیم. شما چون ما اینو از قبل نصب داشتیم یه سری شورتکات اینجا بهش اضافه شده، شما از این به بعد رو ندارید توی تب پایین زیر پنجرهتون خالی. این چند تا رو فابریکی روی نرم افزار هست تا این لوکیشن 00 یعنی چیز ما صفر ما نقطه صفر ما آفست دستگاه و این طرف اینا رو دیگه نداریم. شورتکات رو ما بعداً اضافه کردیم. من الان میخوام نحوه اضافه کردن شورتکات رو به شما آموزش بدم. تو حالت عادی که نرم افزار دیسکانکت هست شما نمیتونید این کارو بکنید. حتما گفتم که با کابل پرینتری وصل میشید به دستگاه و به طرفش هم به لپتاپ USB تون، بعد کانکت میکنید. ما الان اینجا کامپورتمون شناخته شده نیست، یعنی ما اینجا کامپورتی دستگاه نشناخته. چرا؟ چون درایور رو نصب نکردیم و نمیتونیم الان کانکت کنیم و بعد بیایم چیکار کنیم، این شورتکات ها رو بهش اضافه کنیم و به شما آموزش بدم. حتما اول میاد درایور دستگاهتون رو از تب تولز اینجا میتونید کارو بکنید، اینستال CH340 درایور، یا اینکه تو همین پوشه‌ای که ما به شما گفتیم، تو همین پوشه شاهین‌کیت ما اینجا درایور به شما دادیم CH340. اینجا 341 340 درایور دستگاه ما هستش. اینجا میتونید این پوشه رو آنزیپ کنید، بعد فایل 340 رو درایور 340 رو نصب کنید. این میشه همون درایور ما 341 که ستاپ یا از اینجا ستاپ کنید یس و تا آخر مراحل نصب، یا اینکه همونطوری که به شما گفتم از خود برنامه لیزر GRBL تو تب تولز اینستال CH340 درایور هم میتونید این کار رو بکنید. اینجا تب یس کلیک میکنید و اینجا اینستال و صبر میکنید تا دستگاه پیام
ساکسسفولی رو بده، یعنی درایور اینستال ساکسس، درایور شما به موفقیت نصب شد و اینجا هم که دقت میکنید کامپورت شما شناخته شد، کامپورت 3 شد درایور دستگاه CNC شما. حالا واسه اینکه مطمئن شیم من این پنجره رو مینیمم میکنم، میرم توی مای کامپیوتر کلیک راست میکنم، تب منیج و تب دیوایس منیج و اینجا کامپورت هم اگه دقت کنید نگاه کنید، کامپورت من کامپورت CH340 کامپورت 3 منه، کامپورت این درایور این دستگاه و اینجا همینه. بعد از اینکه درایور رو نصب کردیم و مطمئن شدیم اینجا میایم چی کانکت میکنیم. بعد از کانکت شدن همونجوری که دقت میکنید 3 تا از شورتکات های پایین رنگی شد. ما به خاطر که این همه این رو رنگی کنیم و فعال کنیم این برنامه رو یک ریست میکنیم GRB رو. چجوری؟ یه دونه روی این علامت GRB ریست کلیک میکنیم بر روی علامت GRB آنلاک. وقتی آنلاکش کنیم ببینید علامت فعال شد. این فلش های که واسه شیفت دادن دستگاه هست، حرکت دستگاه محور ایکس و وای اون است فعال شد. دوستان الان اینا فعال شده. من گفتم شما توی وقتی نصب میکنید فابریک اینا رو ندارید، این چند تا رو ندارید، باید نصب بهش اضافه کنید به این برنامه. چجوری؟ شما که تا اینجا تا این علامت کره زمین شکلی که آفست دستگاه ما هست فضای خالیش هر جای این تب پایین یک کلیک راست میکنید، بعد روی ایمپورت کاستوم باتونز تب ایمپورت کاستوم باتونز کلیک میکنید، بعد میرید تو پوشه‌ای که تمام نرم افزارا رو ما به شما دادیم که اسمش بود شاوینکی، تو دسکتاپ ذخیره کرده بودید. توی دسکتاپ توی شاوینکی سافت‌وار دبل کلیک میکنید. ما یه فایلی دادیم به شما به نام مای باتونز. مای باتونز اونجا فراخوانی میکنید، یا روش دبل کلیک میکنید یا اوپنش میکنید، فرق نمیکنه. من دبل کلیک میکنم. دوستان به ترتیب از شما تاییدیه میخواد که این چیز شورتکات ها رو پایین اضافه کنه و شما دونه دونه این رو تایید میکنید با زدن تب یس. این شورتکات ها رو تایید میکنید. بعد از دیگه تایید تمام شد تمام شورتکات ها الان اینجا اضافه شد. من شورتکات هم عوض شد چون یه شورتکات دیگه بود، ولی این شورتکات رو به شما میدیم. این شورتکات ها اینجا اضافه شدن. الان برنامه ما آماده است و نصب شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. تو مرحله بعدی، تو آموزش بعدی، من نحوه استفاده از برنامه لیزر GRB رو به شما آموزش میدم. تا اون لحظه با امید دیدار و شما رو به خدای منان میسپارم.